به نام خداوند بخشنده مهربان. پروتستانت ها یا اینکه انجیلی ها که امریکا بسیارش از اون مذهب هستند، از مذهب مارتین لوتر، بسیار دعوا دارن که ما الله این محبت است، خدا این محبت است، این در دنیا با تنج و آرام زیستن است. اگر به یک شپوتی زدن دیگر شپوتی نزن جواب نده. یعنی دعوای پوچ و خالی بسیار دارن، گویی که اونها دینی بسیار سلام باشد، صلح و صلاح باشد، دینی آرامی باشد. لیکن با وجود این در تاریخ صدها، یعنی که با تمام مسئولیت میگم، صدها جنایت های علیه بشریت مرتکب شدن، لیکن یگان مسلمان دینی اونها رو به ترور، دینی اونها رو متهم به ارهابیت نکرد. نگفت که شما ارهابیت یا تروریست هستید. دینی اونها رو همراه نکرد، در حالی که در دین اونها متنهای زیادی است که ترغیب به آدم کشی و بچه کشی و موسفید کشتن و سوختن و نابود کردن داره. یعنی امریکایی که امروز همون مذهب پروتستانتی اونها رو حاکم است، از اون 40 چند پرزیدنتی که شد یک نفر کاتولیک بود که همون جان کندی که اون رو کشتن. دیگه همگی از اون جورج واشنگتن سرکار دیگه همش از مذهب پروتستانتی بود. جنایت هایی که عموما مرتکب شدن همینا، لیکن کسی از مسلمانان نگفت که اینو دینی مسیحی فلان و فلان است. جنگ یکم جهانی رو کی براه انداخت؟ در جنگ یکم جهانی 7 میلیون آدم مرد، 20 چند میلیون آدم مجروح شد. آیا این جنگ مسلمانان براه انداخته بودن؟ در جنگ دوم جهانی زیاده از 50 میلیون آدم مرد، چند صد میلیون آدم مجروح شد و بیخانه و بیدر و خانه ها سوختند و جنگل ها سوختند و حیوان ها مردند و اینا. کسی آیا مسیحیت رو به چیز متهم کرد؟ یعنی ببینید چه خیلی مسلمان‌ها انسان‌های عادل هستن، با وجود که تمام جنگ‌های بزرگ جهانی رو اونها براه انداختن، لیکن هیچگاه ما دین اونها رو به این چیز متهم نکردیم. اونها اولین شدن مثلا یک بمب رو اختراع کردن که در یک لحظه 500,000 نیم میلیون آدم کشت. یعنی ببینید وقتی که علم از معنویت خالی باشد چقدر بالای بشریت وبال، بالای بشریت مصیبت‌های بلاها میارد. یعنی ویتنام ببینید 3 میلیون 3 میلیون آدم کشتن، چندین هزار خانه ها رو نابود کردن، چندین قدر بمب های زهرآلود بالای مردمش ریختن. این مردم فلسطین مثلا از اول از همون سال 1920 شروع کرده، وقتی که انتداب بریتانیا سر شد، بریتانیا یعنی که زمینه سازی میکرد برای دولت اسرائیل، چقدر خانه ها رو کشتن، چقدر انسان ها رو کشتن، چقدر زمین ها رو غصب کردن، کودک ها رو کشتن، بالاشون بمب می‌ریختن. یعنی که انسان ها هیچی نداشتن. تا تو یاد نباره است که یهودی میگه که فقط در دستشون همین تفنگ‌های از زمان عثمانی مانده بود داشتن. اینا با بمب و با تانک و با توپ و با اون مردم بالی سرشون خانه‌هاشون رو می‌افتاندن. کسی دین اونها رو ذکر کرد؟ کسی گفت که این دینی فلانی است؟ یعنی که نامعقولی اونها زیاد است. مثلا اون چیزی که در پیش نظر خود ما شد، مثلا اون چیزی که در عراق شد سال 2003 با بهانه رژیم صدام رو از پا افتاندن، چند میلیون آدم رو کشتن، چند میلیون آدم بیخانه بیدار شد. جنایتایی که مثلا در سوریه شد، جنایتایی که در افغانستان شد، جنایتایی که در دیگر سومالی شد، در دیگر دولت شد، کی کردن اینا رو؟ یگان مسلمان عراق برداشت رفت بالا سر اونو؟ نه، اونها بودن که آمدن و اونها تا حالا مردم مسلمان رو ترور کرده ایستادن، مردم مسلمان رو کشته ایستادن و قتل عام کرده ایستادن و رسانه های خود رو چنان براه انداختن که خودی یعنی که جنایتکار قربانی است، قربانی جنایتکار است. چی خیلی خواهند مسلمان جلوه بدهند و امروز الحمدلله که به فضل همین شبکه‌های اجتماعی خیلی جنایت‌های آشکار شد، خیلی مردم بیدار شدن، در خود مردم غرب، خود مردم اروپا، خود مردم آمریکا، دیگه دولت‌ها بیدار شدن، گفتن که ما دیگه فریب شما رو نمیخریم، رسانه‌های شما رسانه‌های دروغ است. خود مردم اونو دیگر باور ندارن به اونها. یعنی ببینید در 200 سال آمریکایی‌ها وقتی رفتن آمریکای خود آمریکای آزادی، تقریبا 120 میلیون یا 122 میلیون هندوی سرخ کشته شد از مردم محلی. یعنی در 200 سال، یعنی که تقریبا 90 چند سال مردم ریشه‌کن کردن. با این اکتفا نکرده، مردم بومی رو ریشه‌کن میکردن، باز به چی؟ غلام فروشی به افریقا دست دادن. از افریقا مردم می‌دزدن می‌بردن در پلانتاسیون پخته و در پلانتاسیون دیگری خود اونها رو کار می‌فرمودن.
باز امروز میان معروضه و موعظه درباره حقوق انسان، درباره حقوق آدم، درباره حقوق حیوان، درباره فرمان و بیسمدان برای ما میخوانند. که تاریخ نچندان دورشان، تاریخ که ما به چشم خود دیدیم بارها در رسانه ها و دیده ایستادیم امروز، لیکن با وجود اینها با دعوای حقوق انسان داره. بریتانیا نیز عیناً همین است. مثلا وقتی هندوستان آمد غصب کرد، استیلا کرد، دزدید، طلاهاش دزدید یا دیگر دولت‌هایی رو که زیر دست خودش بود. فرانسه نیز هیچ ماندنی نداره از اینها. تا تو میگن که بدترین استیلاگری و مستملکه‌گری و کلونیزاسیا از فرانسه است که بغیر از اون که میدزدد و میکشد و میخورد، زبانی همون انسانایی که در چیش هست، فرهنگی همون انسانایی که سرزمینشون استیلا شد اونها رو نیز میخواد دیگر کند. یعنی که استیلاگری بریتانیا کمتر ملایم‌تر است، فقط میدزدد میگرد میرد، لیکن به زبان و فرهنگ شما اینقدر کاردار نمیشد، لیکن به زوری نمیخواد دیگر کند. اما فرانسه به زوری دیگر کرد. امروز دیده شدیم که مثلا سرزمینایی که زیر نظارت فرانسه بود، زیر کلونیزاسیون فرانسه بود، به چه حال آمده رسیدن. باز میاند به ما دعوای چی میکنن؟ حقوق انسان. باز اونها انسان خوبن، مسلمان انسان بد هستند. دینی اونها دین خوب است، دینی اسلام دینی بد است. آیا انصاف هم چیز خوب است؟ دور داریم بوسنا هرسک، بوسنا هرسگوینا، سال 92 جنایت هایی که شد اونجا، آدم کشی و نسل کشی و سلبادان میلودویچ، اینکه روسیه رو دستگیر میکرد، دیه ها رو کاملا دیه ها رو نابود میکردن، زن ها رو تجاوز میکردن. میگن که 700,000 کودک غیری شرعی تولد شده است یا باردار شدن زن های بوسنوی از دست جنایتکارهای سرب. یعنی تصور کنید در جنگ دوم جهانی وقتی که آمریکا به ژاپن هجوم میکند، 334 دانه هواپیمای جنگی میرود و تقریبا 16,000 کیلومتر کوادراتی رو بمبارون میکنن، چند صد هزار انسان رو میکشن. با این اکتفا نکرده بعد از چند روزش همون بمب اتمی خود رو پرستوده، باز 500,000 دیگر آدم در جایش نابود میکنن که تاثیرش در دیامتر 100، یعنی که تاثیرش در دیامتر 100 کیلومتر میرسه. یعنی یگانه دولتی که بالای مردم بیچاره بمب اتمی استفاده برد امریکا هست. امریکایی که امروز دعوای آزادی میکند و هیکل آزادی اونجا ایستاده است. خب این قطره از دریای این جنایت ها بود که بالای مسلمان ها مرتکب شدن و غیر مسلمان ها. در آمریکای جنوبی هم مثلا خیلی جاها رو نیکاراگوآ و دیگر دولت‌هایی که سرکشی میکرد چی حال بالای اونها نآوردن. یعنی الان کی وحشی است، کی جنایتکار است، کی تروریست است، کی بالای مردم بمب ها میریزد. یعنی امروز عجایب شده است، یک مسلمان مسلح میرد به یک تیری که $0.5 نرخ دارد، میرود انسان رو میکشد، لقب تروریست میگیرد. اما دولت های غربی، اسرائیل و دیگر دولت ها بالای انسان ها بمب های یک تونگی، چی در مکتب ها باشد، چی در شفاخانه ها باشد، چی در جاهایی که مردم جمع میشن اونجا بنشینند، چی در کوچه ها، چی در بیناهایی که انسان ها زندگی میکند میپرتویند، به تانه بمب ها میپرتویند. این چی است؟ از خود دفاع کردن است و از خود حمایت کردن است. کو انسانیگری، کو قضاوت، کو آدمیگری. یعنی دیگه خود قیاس کنه بیننده عزیز، کی تروریست است، کی آدم کش است، کی برای غایه‌های خودش رو پیش بردن یراق و اسلحه‌های استفاده می‌برد که انسانیت را ریشه‌کن میکنه. مگر علم برای همین است؟ مگر همین اختراع است که انسان کشی کنی؟ همین سخر وقتی بمب ودراد اختراع کرد دیگر پشیمان شد، در آخر عمرش میخواست که همون عزم کارش یعنی کفاره گناهش کند، میخواست چیزی اختراع کند که نابود کند یا اینکه دعوت به نابود کردن همون یراق‌ها میکرد. این کسی گوش نمیکرد دیگر. این همش نتیجه همون تمدنی است که از معنویات خالی هست. وقتی که از معنویات خالی شد دیگر هر چی رو برای خود مباح میداند، دیگر برای ارزش وجود ندارد، دیگر به ارزش قائل هم نیست. بنابراین وقتی که استاد محمد جان شکوری درباره مکتب‌های بخارا گپ می‌زدن می‌گفتن که مکتب بخارا دو وظیفه داشت، یکم باسواد کردن بچه، دوم تحکرسی معنویات شخص رو ایجاد کردن بود. وقتی که تحکرسی معنویات که ایجاد شد دیگر علم همیشه به فایده جامعه و به فایده بشریت خواهد بود. دیگه با همین سخن خود رو به آخر می‌رسونم. دوستان گرامی، از الله تعالی مسئلت بکنیم که نصرت و ظفر را همراه با مسلمین گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.